غزل نامزد شد. حقایق تازه نامزدی دنیا غزل با کی نامزد شده است؟ آیا به واقع دنیا غزل هنرمند افغان در پاکستان نامزد شده است؟ دلیل دوری دنیا غزل از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار کنید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. دنیا غزل هنرمند جوان، موفق و ناماشنای افغانستان که دیر نمی‌گذرد قدم در هنر موسیقی افغانستان گذاشته. دنیا غزل نه تنها هنرمند خانواده‌اش می باشد، بلکه خواهرش مهرما غزل هم از جمله هنرمندان نامدار و مشهور افغانستان است. ولی مهرما غزل بعد از آن که عروسی کرد برای همیشه از راه هنر موسیقی دوری کرد. دنیا غزل مانند هزاران افغان دیگر بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان با خانواده‌اش مجبور به ترک افغانستان شد. وی در کشور پاکستان زندگی می کند و بعد از آن که به کشور پاکستان رفته است دیگر به کارهای هنری خود ادامه نداده است و دلیل دوری وی از هنر موسیقی آشنایی و بلدیت با مردم پاکستان بوده است. این روزها خبرهایی در صفحات مجازی دست کرده است که دنیا غزل با یک مرد پاکستانی مانند خواهرش ازدواج کرده است، ولی ازدواج دنیا غزل کاملا از پرده‌های رسانه‌ها به دور بوده است. غزل در جدیدترین برنامه‌ای که با یلدا علی به مناسبت شب یلدا داشته است از مردمش به خاطر اجرا نداشتن در این برنامه معذرت خواسته است. اگر این خبر حقیقت داشته باشد، من هم از صمیم قلب پیوند ازدواج دنیا غزل را تبریک گفته آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان دنیا غزل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.